أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم سرف 2 درس گرفتیم و حالا باشد با عون و یاردم الله تبارک و تعالی از این کتاب بیدان درس 3 را به سمع شما خواهیم رسانید. یعنی درس امروزه ما و شما درس 3 از این کتاب می باشد. درس گذشته ما و شما یا درس پیشینه کلمه را گرفتیم که به 3 قسم تقسیم می شود: اسم و فعل و حرف. و اسم را همچنین گرفتیم که به 3 قسم تقسیم می شود: ثلاثی و رباعی و خماسی. و فعل را گرفتیم که به 2 قسم تقسیم می شود: ثلاثی و رباعی. اکنون در این درس باشد ما و شما موضوع درسمان از کجا بدانیم که یک اسم را دیدیم ثلاثی است یا رباعی است یا خماسی است؟ از کجا بشناسیم؟ چطوری را ما بفهمیم؟ اکنون حالا این موضوع را خواهیم گرفت. یعنی ترازویی که ما باید اسم بکشیم در این درس خواهیم گرفت. ترازو یعنی که میزان چی؟ میزان کشیدن اسم و فعل یا هر چیزی را که ما میخوایم کلمه عربی را بکشیم، ترازوی ما فا و عین و لام هست. ببینید، ف یکم، دوم عین، سیوم لام. پس هر سه را جمع میکنه میشود فعل. نگاه کنین، فعل. انا همین فعل ترازوی هست که ما می توانیم اسم ها را بکشیم که ثلاثی است یا رباعی یا خماسی. اکنون فعل ف و عین 1 لام است، این 3 حرف است. رباعی 4 حرفه را چخیل میکشیم، خماسی 5 حرفه را چخیل میکشیم. این درس ان شاء الله حالا خواهیم گرفت. اولا میگوید صاحب کتاب که میزان کلام عرب فا و عین و لام است. ببینید، میزان یعنی ترازویی که کلمه های عربی کشیده می شود ف و عین و 1 لام است. ف و عین و لام هست، جمعش میکنه می شود فعل. انمی فعل ترازو هست. بعد از این میگوید که تقسیم حرف کلمه. تقسیم حرف کلمه یعنی حرف کلمه رو تقسیم میکنیم. نگاه کنید، حرفی یعنی موضوعش حرف کلمه. حرف کلمه، تقسیم حرف کلمه. حرف کلمه یا تونده باشه درس گذشته ما گفتیم که باز این ثلاثی و رباعی و خماسی باز تقسیم می شود. حرف کلمه به 2 قسم تقسیم می شود. یعنی که علم سرف بسیار تقسیم کردن دوست می دارد. برای همین خاطر بسیار دقت بدید. حرف کلمه با به 2 قسم تقسیم می شده است. یکم حرفش حرفی چی است؟ ببینید، حرف اصلیش میگن، حرف اصلی. دوم چی است؟ دوم حرف زائدش میگوین، حرف زائد. حرف زائد یعنی حرفی که زیادی است. اکنون ببینید، ما و شما ترازو را گرفتیم، تقسیم حرف کلمه را گرفتیم که به 2 قسم تقسیم می شود: حرفای اصلی است و حرفای زائد. اکنون کتاب رو میبینیم که صاحب کتاب بیدان چی میگوید. میگوید، این عنوان رو که بنده گذاشته هستم، تقسیم حرف کلمه. اکنون حرف میگد بر 2 قسم است. ببینید، ما گفتیم که تقسیم حرف کلمه به 2 قسم است. حرف میگه به 2 قسم است: حرف اصلی. ببینید، حرف اصلی و حرف چی است دوم؟ و حرف زائد. 2 قسم تقسیمش کردیم. من اکنون بیان میکند، میگوید که حرف اصلی آن است که در مقابله فا و عین و لام بود، همچون ضرب بر وزن فعل.
خب میگیریم ما کلمه ضربه را. ببینید دقت بتید. اکنون میکشیم. چطور میکشیم؟ مثلا ضربه ضربه. اکنون این ضربه را ما باید بکشیم. ترازوی ما چی است؟ ف و عین و لام. حرفی ضاد در روپروش حرفی ف می نویسیم. ببینید حرفی ف. ر دویم حرف است. درجه دویم در ترازوی ما چی است؟ حرفی عین. ب آخران حرف است. درجه چی است؟ حرفی لام. پس می شود چی؟ فعل. دیدید؟ فعل. اکنون این فعل ما حالا کشیدیم که ضربه همه حرفای چی بوده؟ اصلی بوده است. مثلا نگاه کنید در روپروی حرفی ضاد حرفی چی است؟ حرفی ف. در روپروی حرفی عین حرفی چی است؟ حرفی ر. در روپروی حرفی لام حرفی چی است؟ حرفی لام. در روپروی حرفی ب حرفی لام است. دیدید؟ پس معلوم شد که ضربه حرفاش همش حرفای اصلی بوده است. در اینجا حرفی زایده نبوده است. اکنون میخوانیم که صاحب کتاب درباره حرفای زاید اکنون گپ میزند. میگوید که حرف زاید آن است که در مقابله فا و عین و لام نبود، همچون اکرم بر وزن افعله. بیاید کلمه اکرمه را بنویسیم. نگاه کنید. اکرمه 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 یعنی اکرام کرد، احترام کرد. ضربه یعنی که زد. اکنون اکرمه اکرام کرد. اینه چقدر ما ترازو را باید بکشیم. نگاه میکنیم که ف و عین و لام 3 حرف است. ترازوی ما 3 حرف است. این را نگاه میکنیم 4 حرف است. پس معلوم میشه که در اینجا یک حرف زایده هست. در اینجا یک حرف زیاتی است. اون حرف زیاتی چی است؟ حرف زیاتی الف، کاف، را، میم باید یکش زیاتی باشد. حرف زیاتی در اینجا حرفی چی است؟ حرفی این همین همزه است. این همین حرفی چی است؟ همزه است. ما از کجا دانستیم که حرفی همزه زایده است؟ ما یک کلمات داریم که اونها را میگوین، در اینجا میده می نویسم، نوشته برای گرفتنتان. سأل تو مو. نگاه کنید. سأل تو مو نیها. این 10 حرف است در اینجا. سألتمونیها. دیدید؟ حرفای زاید از همین 10 تا یک تاش می آید. نگاه کنید. سین 1، همزه 2، لام 3، ت 4، میم 5، واو 6، نون 7، یا 8، ه 9، الف 10. انا همین 10 تا حرفای زایده می آید. حرفای زایده از همین 10 تا می آید. از این بیرون نمی آید. حرفای زایده از همین 10 تا می آید. پس ما نگاه میکنیم که همزه در حرفای زایده هست. همزه در حرفای زایده است. کاف در حرفای زایده نیست. ر در حرفای زایده نیست. میم در حرفای زایده نیست. پس همزه بوده است. اکنون فهمیدیم که حرف زاید در اینجا همزه بوده است. اکنون در اینجا همزه را خود می نویسیم، زیرا که حرف زاید است. همزه حرف زاید که هست، همزه را خود چیکار میکنیم؟ در اینجا می نویسیم. ببین ف و عین و لام همزه ندارد، همزه را خود می نویسیم. باقی مانده همین ف و عین و لام می نویسیم. ببینید اینطور. اکنون حرکتش رو اونجا فعله بود، حرکتش رو به موافقی حرکت میتیم. همزه را نگاه میکنیم رو پروش فتحه، ف را نگاه میکنیم در رو پروش کاف ساکینه، عین را نگاه میکنیم در رو پروش چی ای؟ حرف ر فتحه دارد، میم در رو پروی حرف لام فتحه دارد، میشه افعله. پس اکرمه بر وزن افعله هست. اکرمه بر وزن چی است؟ بر وزن افعله. صاحب کتاب اکنون تا اینجا برای ما و شما حرف تقسیم کرد و حرف اصلی و حرف زاید را بیان کرد. حرفای زاید فقط از همین 9 تا می آید. سألتمونیها. این را از یاد کنید که از همین 9 تا، از همین 10 تا حرفای چی می آید؟ حرفای زایده می آید و بس. اما حرفای اصلی چطور گفتیم؟ در مقابل ف و عین و لام می آید. اکنون این 3 حرفه باشد ثلاثی باشد،
خوب قبول. ف و عین و لام 3 حرف است. اکنون رباعی مثلا جعفر 4 تا حرف بود درس گذشته خوندیم. یا از فعل بگیریم دهرجه 4 تا حرف بود. اکنون این را چه خیلی بکشیم؟ صاحب کتاب برای ما بیان کرده است. میگه که حرف اصلی در ثلاثی 3 است. میگه که حرف اصلی در ثلاثی 3 تا است. مثلا نگاه کنید، ثلاثی باشد، اگر ثلاثی باشد مثلا ثلاثی ده حرف اصلی در ثلاثی 3 است. اون چی ایو 3 تا؟ ف عین لام. دیدید؟ ف و عین و لام. حرف اصلی در رباعی چند تا است؟ رباعی را بینید، رباعی در رباعی 4 تا است حرف اصلی. اون چی است؟ ف عین. انا اکنون میگیم 2 تا لام. لام یا تا زیادی میکنیم. همین حرف اخیره یا تا زیادش میکنیم. حرف اصلی در خماسی چند تا است؟ ببینید، خماسی در خماسی چند تا است؟ 5 تا است. اون 5 تا چی است؟ ف عین. اکنون میگیم 3 تا لام. دیدید؟ ف و عین و 3 تا لام. ف و عین و 3 تا لام اینها چی هستند؟ اینها حرفای اصلی کلمه می باشند. اکنون حرکت گذاریش فعل، فعلل، فعللون. برای کسانی که اینها را از یاد کند، پس همینطور از یادش میکنه که در ثلاثی 3 است، ف و عین و لام یعنی فعل. در رباعی 4 است یعنی فعلل. در خماسی 5 است، فعللون. و مثل مثلا سفر جلون، فعللون. یعنی که 5 حرف رو با همین حرفا چیکار میکنیم؟ میکشیم. مثلا حاضر یک مثال بنویسیم که حاضر مثلا جعفرون، جعفر. این نگاه کنید درس گذشته ما جعفرون، نگاه کنید جعفرون. اکنون جعفرون 4 حرف است. این را چقدر ترازو قطعی میکشیم؟ میگیم ترازوی ما ف یکم، دوم عین، ف عین لام. این 4 حرفه کسی هر لام دیگه زیادیش میکنیم، میشه چی؟ فعللون. فعللون. جعفرون بر وزن چی بوده است؟ فعللون. سفر جلون همین طور، سفر جلون بر وزن فعللون میشود. فعللون، فعللون. یعنی که همین طور ترازو کشی کرده میشود. اکنون صاحب کتاب میگه که حرف اصلی در ثلاثی 3 است. حرف اصلی گفتیم در ثلاثی چند تا است؟ 3 تا. ف و عین 1 لام، فعله. حرف اصلی در رباعی 4 است، ف و عین 2 لام، فعلله. حرف اصلی در خماسی 5 است، ف و عین 3 لام، مانند چی؟ فعللون. پس این ترازو هست برای کشیدن کلمه ها. کلمه ها را نمیطور میکشیم. اگر در کلمه دیدیم که حرف زیادی یکی از این حرف ها هست، پس اون را حرف زیادی همراه میکنیم. اگر که از این حرف ها یکی نباشد، پس اون را ما میگیم که حرفاش حرفای اصلی است. 3 حرفه باشد به این میکشیم، 4 حرفه باشد به اینش میکشیم، 5 حرفه باشد به این خماسی ما میکشیم. پس ثلاثی و رباعی هم اسم و هم فعل است، خماسی فقط برای اسم است و بس. پس این بود درس امروزه ما و شما. پس این سألتمونی ها یعنی هر وقتی که ما یکی از این حرفا را دیدیم نمیگیم که این حرفای زایده است. مثلا یک مثال بنویسم. مثلا حاضر در اینجا میگیم که سأل. ببینید سأل این کلمه است. نمیگیم که سین در اینجا هست، همزه هست، لام هست، پس همه این حرف زایده است. این گپ را نمیگوییم. نه، اینجا در میگیم سأل بر وزن چی است؟ بر وزن فعل هست. فعل. سأل بر وزن فعل. این حرفاش همش حرفای اصلی است. ما دیدیم که اگر از 4 حرف عبارت شد، از 5 حرف عبارت شد، یکی از این حرفا باشد، پس او را ما حکم میکنیم به حرف چی؟ به حرف زایده. اگر که 4 حرف 5 حرفه باشد کلمه، یکی از همین حرفا باشد، او را ما حکم به زایده میکنیم، حرف زیادی. بعد ما در مقابل وزن کشیدن چقدر که در اینجا همراه کردیم من همین طور همراه میکنیم. و الا نه، نگه در اینجا 3 حرف که است، اینها همش حرفای چی هستند؟ اصلی هستند. حرف زایده در اینجا اینها را ما حکمی زایده گفته حکم نمیکنیم. پس این بود درس امروزه ما و شما. میزان کلام عرب که میزان چی بود است؟ ف و عین و لام، فعل،
و حرفهای کلمه به دو قسم تقسیم می شود، حرف اصلی و حرف زاید. حرف زاید رو ما از سألتمونی ها میفهمیمش، یکی از همین ها باشد. خب حرف اصلی ضربه بر وزن فعل، در اینجا یگان حرف زیادی نیست، زیرا که ضربه 3 حرف است، میزان ترازوی ما هم 3 حرف است، همش حرفای اصلی هستند. حرف زاید اکرمه بر وزن افعله، پس در اینجا معلوم شد که همزه حرف چی بوده است؟ زیادی بوده است. از کجا فهمیدیم؟ از اینه که در سألتمونی ها همزه وجود دارد. اکنون این درباره ثلاثی بود. ثلاثی اکنون رباعی هم به مثل همین می شود، با حرفای اصلی می شود، به این می کشیمش. حرفای زاید می شود، با یک از اینها زیاد می شود. و خماسی همچنین، خماسی که آمد به این می کشیم و حرفای اصلی باشد اگر به این ترازو می کشیم. اگر که حرف زیادی داشته باشد، اگر از یک از اینها باشد، پس او را ما به اینجا حرف زیادی در اون همراه میکنیم. یعنی اگر یک از این حرفا باشد، در اینجا ما داخل میکنیم که در اولش است، در بین است، در آخر است، در کجای که است. این را در آینده ها ان شاء الله ما و شما وزن ها را که وقتی خواندیم، وزن ها را از خود که کردیم، پس این موضوع را با تفصیل معلومات خواهیم پیدا کرد. پس این هست درس امروزه ما و شما و درس گرفته ما و شما که تقسیم حرف کلمه که به دو قسم تقسیم می شود. و انشاءالله درس آینده موضوع درس ما و شما تقسیم ثلاثی است و رباعی. ثلاثی تقسیم می شود و رباعی و خماسی تقسیم می شود. اکنون درس آینده با تفصیل ترک این موضوع را خواهیم گرفت. این بود سیوم درس ما و شما از کتابی بدون و در اینجا این درس را به پایان می رسانم. یک شما را تا درس آینده به الله تبارک و تعالی می سپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. امیدوار هستم که از این درس فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.